اعضای شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در دایره روزنامه جلسه لایحه‌های قرارهای شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را درباره قانون‌های جمهوری تاجیکستان، درباره نظام اجازه‌دهی، درباره اشتراک شهروندان در تامین ترتیبات جمعیتی، درباره نظارت مأموری نسبت به شخصانی از مؤسسه‌های اصلاحی آزاد شده، درباره پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان، درباره علاقه برقی و درباره تامین چینک یگانه که در شکل قانون‌های مکمل قبول گردیده‌اند، اینچنین یک قطار قانون‌های جمهوری تاجیکستان اوید با وارد نمودن تغییر و الоваҳо با کودکس و قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان را بررسی نمودند. همچنین در شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بازخواند نمودن کمالزاده رحمت‌الله پیشنهادهای حکومت جمهوری تاجیکستان اوید با عوض نمودن نام بعضی محل‌های اهالی‌نشین ناحیه تاجیک‌آباد، اوید با تأسیس دادن شهرک نو در مرکز مأموری شهر لوکانتی ولایت ختنان و سربند نامگذاری نمودن آن مورد بررسی قرار داده شدند. از نتیجه بررسی مسائل روزنامه جلسه نوبتی شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرارهای دخلدار قبول گردیدند. در آغاز اجلاسی اعضای مجلس ملی اوید با تصدیق ترتیب کار، انتخاب کاتبات و روزنامه اجلاسی قرارهای دخلدار قبول نمودند. در رفت محاکمه مسائل روزنامه اجلاسی 14 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با تامین اساسهای کانستیتوسیونی، حقوق و آزادی های انسان، شهروند و قانونیت، اوید با مسائل های اجتماعی، حفظ صحتی، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان، اوید با اقتصادیات و کمونیکاسیا، اوید با هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان، حاکمیت اجراییه، اتحادیه های جمعیتی، واسطه های اخبار عامه و رابطه های بین پارلمانتی، اینچنین معاون رئیس کمیته اوید با مسائل های اگراری، شغل اهالی و اکولوژیا معروضه کرده خلاصه های کمیته های صحوی را نسبت به قانون های بررسی شونده ابراز داشتند. ضمن بررسی روزنامه اجلاسی اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون های جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازه‌دهی، درباره اشتراک شهروندان در تامین ترتیبات جمعیتی، درباره نظارت مأموری نسبت به شخصانی از مؤسسه‌های اصلاحی آزاد شده، درباره پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان، درباره علاقه برقی و درباره تامین چینک یگانه را که در شکل قانون‌های مکمل قبول گردیده‌اند مورد محاکمه قرار داده آنها را جانبداری نمودند. اینچنین اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اطراف یک قطار قانون‌های جمهوری تاجیکستان اوید با وارد نمودن تغییر و الоваҳо با سندهای قانونگذاری عمل کننده کشور از جمله قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه با کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، درباره وارد نمودن تغییرات علاوه با کودکس مرافعه حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، درباره وارد نمودن تغییر و الоваҳо با کودکس زمین جمهوری تاجیکستان، اوید با وارد نمودن الоваҳо با قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، اوید با وارد نمودن تغییر و الоваҳо با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده، اوید با وارد نمودن تغییر و الоваҳо با قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات کلانسالان، اوید با وارد نمودن تغییر و الоваҳо با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان و اوید با وارد نمودن تغییر و الоваҳо با قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفت و گاز مبادله افکار نموده با جانبداری آنها آواز دادند. در جریان اجلاسی 14 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در خصوص از وظیفه سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بازخواند کردن کمالزاده رحمت‌الله با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن قرار دخلدار مجلس ملی قبول کرده شد. همچنین در اجلاسی 14 مجلس ملی پس از بررسی نهادهای دخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان قرارهای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان
оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи тоҷикобод, оид ба таъсис додани шаҳраки нав дар маркази маъмурии шаҳри леваканти вилояти хатнон ва сарбанд номгузорӣ намудани он қабул гардиданд. бо ҳамин иҷлосияи 14-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум ба кори худ анҷом бахшид.